خواهرم، آیا فراموش کرده ای که روزی در پیشگاه خداوند مقتدر ایستاد می شوی و از این بی‌حجابی و لباسهای تنگ و نیم برهنه ای که به بر کرده ای پرسیده می شوی؟ خواهرم، وقتی رسمهای بی‌حجاب خود یا زن دیگری را در شبکه‌های اجتماعی به نمایش می‌گذاری که صدها مرد بلهوس چشمچران آن را می‌بیند و یا به واسطه پیامک‌ها به مرد بیگانه‌ای می‌فرستی، گمان می‌کنی که خیلی کار خوبی کرده ای؟ آیا این همه گناهان بزرگ را کوچک می‌شماری؟ پناه به خداوند. خواهرم، باری هم فکر نکردی که این همه کارهای ناروای تو الله مقتدر را به غضب می آرد و در نتیجه بلای بزرگی بر سرت می آید؟ خواهرم، آزادی گفته آخرت خود را برباد نده. دنیا خیلی زود گذر است، ولی عذاب خداوند دائمی و خیلی دردناک است. خواهرم، در برابری این همه گناهانی که انجام میدهی، وقتی عذاب خداوند در حال که بر سرت نآمد، گمان میکنی که این همه گناهان تو فراموش شده است؟ خواهرم، فراموش نکن که خداوند هیچ کسی را بی جزا نمیماند. خداوند به تو مهلت میدهد که توبه کنی، پس چرا اینقدر بی‌پروا هستی؟ خواهرم، تا کی این همه گناهان؟ خواهرم، به سوی خدا بازگرد و کاری کن که او را خوشنود کنی، نه شیطان را، ورنه عاقبت این کار تو خیلی خطرناک می نماید. پناه به خداوند. در آخر از همه شما برادران و خواهران ایمانیم مؤدبانه درخواست می نمایم که این پیام من را به دوستانتان فرستید و در ثواب آن شریک شوید. الله مقتدر همه خواهران ما را به راه راست هدایت فرماید و حیا و عفت آنها را زیاده بگرداند. و السلام علی من اتبع الهدى. زن در حجابند، زنی کتاب اسلام و دین است. تو هم خواهر اگر دوری از ایشان، بیا برگرد راه چاره همین است. سر تیر شیطان لعین است، اجابت بهترین یار